سلام خدمت همراهان همیشگی کلینیک زیبایی سانی بیوتی. لیزر موهای زائد روشی است نوین، ایمن و موقت در جهت از بین بردن موهای زائد هم برای آقایان و هم برای بانوان که امروزه با استفاده از تکنولوژی و به کارگیری دستگاه پیشرفته مورد توجه عموم قرار گرفته. عوارض لیزر نسبت به نسل قبل دستگاه و مقایسه با دستگاه امروزی کاهش قابل توجهی رو داشته. البته باید مد نظر داشته باشید که انتخاب مرکز مناسب و اپراتور با تجربه حتما در انتخاب این فرآیند بسیار حائز اهمیت است. فرآیند نتیجه‌گیری لیزر موهای زائد بستگی به شرایط هر فرد متغیره. با توجه به مراجعه منظم رأس هر ماه تعداد جلسات لیزر بین 6 تا 8 جلسه می باشد. پس تاریخ‌های ماهانه لیزر رو برای نتیجه‌گیری کامل حتما رعایت کنید. در کلینیک تخصصی پوست و زیبایی سانی بیوتی مفتخریم که با بروزترین پیشرفت دستگاه لیزر که دستگاه الکستراید 2023 سوپرانا آیس شرکت آلماس با فناوری سوپر کولینگ در خدمت شما عزیزان باشیم. این دستگاه با قابلیت تنظیم برای هر نوع تایپ پوستی و هر نوع ضخامت مو از قبیل روشن‌ترین و تیره‌ترین پوست، بالاترین میزان رضایت و تاثیرپذیری رو برای از بین بردن موهای زائد دارا میباشد. ممنوعیت لیزر شامل افرادی میشه با پیشینه بیماری‌های پوستی نظیر پسوریازیس، حساسیت شدید پوستی و موارد دیگر که در صورت تمایل و انجام لیزر حتما باید با پزشک متخصص و مشاوره کامل عمل انجام بشه. روی نوایی تتو به هیچ وجه امکان انجام لیزر وجود ندارد، چرا که سبب عوارض خیلی جدی میشه. جواب باید بگیم خیلی. در پاسخ به این سوال باید بگم که بستگی به نوع دستگاه داره که در کلینیک زیبایی سانی بیوتی با فناوری سوپر کولینگ که دستگاه مجموعه ما داره در کاهش درد تاثیر بسزایی داره. کسانی کاندید لیزر موهای زائد هستند که حداقل از 2 ماه قبل در معرض آفتاب شدید یا به عبارتی حمام آفتاب نبوده باشند. در فرآیند جلسات لیزر و همچنین 2 ماه قبل از شروع جلسات لیزر به هیچ وجه از دستگاه سولاریوم و اشعه یووی نباید استفاده بشه. توجه داشته باشید 1 روز قبل از هر جلسه لیزر ملزم به اصلاح با تیغ یا ژیلت هستید، پس به هیچ وجه از کرم‌های موبر یا هر نوع وسیله دیگه استفاده نشه. در جواب این سوال باید خدمتتون عرض کنم که اعمال بعد از لیزر شامل حمام نرفتن به مدت 24 ساعت، در معرض آفتاب قرار نگرفتن و تحریک پوستی در نواحی لیزر شده میباشد. و در آخر همراهان عزیز، لیزر یک عمل حساس و تخصصی. قبل از انجام آن حتما باید با پزشک متخصص مشاوره لازم رو برآورده. تیم مشاوره کلینیک زیبایی سانی بیوتی با مشاوره رایگان این امکان را برای شما فراهم می‌کنه تا با بهترین تجربه و نازل‌ترین قیمت در این مجموعه با رعایت کامل نکات ایمنی و بهداشتی این عمل زیبایی رو انجام بدهید.